مجدد بچه ها بریم سراغ بازار برای امروز. دیروز که پوزیشن دادیم و سود کردیم، یه دونه استاپ خوردیم، 2 تا تیپی خوردیم و بهتون گفته بودم اگه قرار باشه پوزیشنتون باز بشه بعد شکست شما سود خفنی میگیرید. اگه شما زرنگ باشید و زرنگ بوده باشید، چون دیگه الان دیگه گذشته مارکت، این نقطه رو گرفتید و بعد از این پول بک حتی این نقطه رو هم گرفتید که من استاپی که خوردم، یعنی استاپی که خودم خورده بودم، به خاطر یه اشتباهی بود که تو تایم فریم 15 دقیقه انجام دادم و اون استاپ زیاد برام مهم نبود، چون بعد از اون دیگه 2 تا تیپی خوردیم که یکی از تیپیا خیلی سود خفنی داد. حالا ما اینا رو تو تلگرام میذاریم، کار به این مسائل نداریم، بریم سراغ بازار. بچه اینجا ما خیلی سریع و خیلی چکیده، یعنی خیلی راحت ورودا رو میدیم، راحت خروجا رو میدیم، استاپو میدیم. اصلا مهم نیست برامون که بیا مثلا چارتو از 0 تا 100 بررسی کن و دلیلش رو بگو. نه، ببینید دلایل رو اگه شما میخواید یاد بگیرید، شما خودتون باید برید یاد بگیرید. اگه میخواید تریدر بشید باید برید یاد بگیرید. اینجا صرفا میایم یه تحلیل ذهنی میزنیم، یه تحلیل فاندامنتال از قبل دارم من و میام نظرم و ورودام رو روی این چارت بهتون میدم و میرم. یه جورایی مثل سیگناله، ولی سیگنال نیست. در واقع شما میتونید طبق استراتژی خودتون، اگر ورودای من منطقی بود براتون، ورود بزنید. خب به نظرم دیگه بس مقدمه زیادی شد، بریم سراغ مارکت. ببین مارکت الان یه شادوی خیلی بزرگ زده که به نظر من این شادو تو 4 ساعته دلیلش اینه که فردا خبرهای خیلی مهمی داریم و مارکت قبل از اینکه بخواد بره بالا، قبل از اینکه بخواد از این سطح عبور کنه که سطح خیلی مهمیه، اینجا اگه بشکنیم که دیگه رفتیم، ترجیح داده که برگرده اینو. و به نظر من اگه بخوایم حساب کنیم از الان که ساعت 7 عصر ایرانه تا فردا 3 بعد از ظهر، چیزی که توی ذهن منه اینه که ما توی همین اوردر بلاک اذیت بشیم تا زمانی که خبر بیاد و حالا یا پامپ کنیم یا دامپ کنیم. ولی خب حالا ما پوزیشن باز میکنیم و ما کار به خبر نداریم، یعنی در واقع خبر رو ما نمیتونیم پیش خور کنیم، نمیتونیم پیش بینی کنیم. ما با تحلیل خودمون پوزیشن باز میکنیم، حالا خبر یا به ضد پوزیشن ما یا با سود به نفع پوزیشن ما باز میشه اون معامله. خب حالا ما کار به خبر نداریم، پس طبق تحلیل تکنیکال و چیزهایی که ما یاد گرفتیم و داریم باشون سود میکنیم، سود کسب میکنیم تو مارکت، من اینجا یه شادوی خفن داشتم که اذیت کرد و هی مثل مگنت خود چارتو کشیده پایین و بالاخره بعد از تلاشایی که اینجا داشتیم تونستیم به بالای سطحی برسیم که بالاخره میشه گفت ما داریم کم کم به سمت صعودی شدن دوباره بیت کوین نزدیک میشیم و به نظر من مهمترین عددی که ما باید تاچ بکنیم برای اینکه تایید صعودی شدن رو بگیریم 117 و 500. چرا؟ ببینید دلایل مهمی داره، ولی من یکی از دلایلش رو بهتون میگم. یکی از دلایل تاچ شدن این نقطه است، متعدد تاچ شده. یکی دیگه از این دلایل اینه که ما اینجا تاچ کردیم ریختیم، دقیقا مشابه همینجا. و دفعه دوم که اومدیم اینجا مقاومت کردن، قبل از اینکه ما برسیم به سقف، سلرها مقاومت کردن، نتونستن کاری انجام بدن. یه بریک خفن داشتیم و در ادامه سبز زدیم. حالا ما این بریک رو کاملا برگشتیم، دقیقا رو همون سطح با یه کندل قرمز دوباره تثبیت داد ولی نشکست پایین، سبز زد و به سمت اون 116 حرکت کرد. حالا ما 2 بار به این سقف از تایم فریمی بخوایم حساب کنیم، تو تایم فریم روزانه 2 بار بهش رسیدیم، یعنی رفتیم اینجا اذیت شدیم، استاپ خوردیم، سود کردیم، حالا هر اتفاقی افتاده رسیدیم به این نقطه. ببخشید. حالا ما اینجا یه شادو داریم که تو روزانه، تو 4 ساعته هم یه شادو داریم که خیلی خفنه، بهمون داره ورودای شورت رو میده. ولی مارکت بچه‌ها دقیقاً جایی که مارکت داره ورود شورت بهتون میده میتونید بهش شک کنید. من همیشه مارکت رو سعودی میبینم، شاید ایده اشتباهی باشه ولی بیشتر اوقات شما میبینید که مارکت سعودیه. یعنی شما الان برید تو تایم فریم هفتگی، تعداد سودا، تعداد کندلای سبز، تعداد اصلا حجم کندلای سبز رو نسبت به قرمزا ببینید.
ما اگه اصلا این چارت برعکس بود، قرمز بود، فقط سل میگرفتیم ها، دیگه کار نه، ما بایس نداریم روی این قضیه. خب حالا ما چیکار کنیم؟ بچه ها از هر چیزی مهمتره. اگه شما دارید مارکت ترید میکنید، واقعا دارید آسیب میبینید. هم مغزتون آسیب میبینه، هم روانشناسیتون آسیب میبینه، استراتژیتون دیرتر در میاد، نمیتونید ژورنال قشنگ بنویسید. در کل اگه میخواید قانونی کار کنید، بیشتر با تریگر کار کنید. این نظر منه. ببینید ما چند تا تریگر میتونیم بذاریم، من یکم بیارم پایینتر. چند تا تریگر میتونیم بذاریم که مارکت بهمون سود بده. اولا بهتون بگم، هم به سمت بالا هم به سمت پایین مارکت داره وروداشو میده. یعنی شما هم اینجا میتونستید بای بزنید، هم اینجا میتونستید سل بزنید تو همین تایم فریم 30 دقیقه. و جایی هم هستیم که ببینید ریختیم، اومدیم اینجا، دوباره ریختیم، چندین بار داره بهمون تایید اینو میده که از اینجا قراره ریزش داشته باشیم. ولی بچه ها وقتی که مارکت آسون میشه، ببینید اینجا خیلی سخت بوده، شما فکر کن اینجای مارکت رو داری میبینی، جرأت نمیکنه کسی اینجا سل بگیره و این اتفاق میفته. خب کی میتونست اینو پیش بینی کنه؟ حالا ما میگیم هیچی، اینو پیش بینی نکردیم، میخوای اینجا دوباره بای بزنی، خب تا اینجا سودی نمیده، دوباره استاپ پشت استاپ تا برسی میکنی. بچه‌ها سعی کنید شما دیرترین ورود رو بزنید و امن ترین ورود رو بزنید تا بتونید سود کنید. الان ما اگه بخوایم اینجا تریگر بذاریم، مثلا من اگه قرار بود تریگر بذارم که بعد از شکست اینجا تریگرم باز بشه، میومد اینجا استاپم میخورد، دوباره میومد باز میشد، یه استاپ دیگه هم میخورد، یعنی الان دیگه داره نزدیک به استاپ میشه. پس ما میایم دیرترین نقطه، ببینید وقتی میخوایم اینو بشکنیم، بچه ها عددا رو دقت کنید. اینجا چه عددیه؟ 116 403. آیا 116 403 به 116 نزدیکتره یا به 117؟ همون اعداد مقدسی که دیروز گفتم. یعنی اگه من اینجا توی لایو بودم 450 تا به حد نصابم نرسیده، باز نمی کنم. تریگرم میذارم، باز نمی کنم. من اگه میخوام با تریگر وارد بشم، تریگر من میفته بالای عدد تقریبی که توی ذهنمه که میتونه باعث صعودی شدن بشه. یعنی کدوم عدد؟ یعنی عدد مثلا 116 و 700 800. اینجا من ورود میزنم، اینجا اومده قشنگ یه سطح مهم برام ساخته، پس استاپم میاد زیر همین نقطه و اگه دیدم اینجا دوباره اذیت کرد، یه بار دیگه بلند شد، استاپم کوچیک‌تر میشه. چقدر بهتر. این برای سناریوی لانگمون بود. پس شما صبر میکنید ببینید تکلیف این اتفاق چی میشه، میاد اینجا یه استاپ جدید بهت میده، استاپ تو میذاری اینجا، ورودت هم اینجاست، میری حالا تی پی 1 تی پی 2 تا برسی تی پی های بالاتر. ولی در صورتی که میخواید شورت باز کنید، بچه ها جای خوبیه واقعا، ولی ورود راحتیه. هر جا ورود راحت دیدی تو مارکت شک کن و وارد نشو. من اینو هی تکرار میکنم که باورش کنی. من رو چارت هم مثالاشو بعداً آموزشی نشون میدم و الان فعلا داریم تحلیل میکنیم. خب بچه بیاید برای شورت تصمیم گیری کنیم. ما یه حالت پرچم شکلی اینجا داشتیم میدیدیم که شکست و فیک شدن این پرچم و اومدن زیر این نقطه 113 400 و تثبیت. ببینید دارم چند تا قانون براتون میذارم و تثبیت توی این نقطه میتونه بهت یه استاپ منطقی اینجا بده که شما استاپت میفته اینجا، ورودت میفته اینجا و بازم اون اعداد مقدس هست و مثلا شما نمیای رو 114 باز کنی، میذاری بیاد 113 و 400 مثلا 500 باز نمی کنی که احتمال برگشتش باشه. پس برای شورت شما اینجا میشه نقطه ورودت، پایین تثبیت که داد نقطه ورودت میشه، تی پی یکت میاد اینجا، تی پی 2 تی پی 3 تی پی 4 تی پی 5 تی پی 6. این خیلی منطقی تر از ورود لانگا، ولی لنگ دیگه. اگه یعنی مثلا شما بیای اینجا این شورت رو بگیری، فقط کافی یه ذره خبر مثبت بیاد، ژوپ استاپ میخوری. ولی تو سناریوی لانگ ما خیلی باید بجنگیم واقعا تا بتونیم بیت کوین به این غولی و
بیاریم دوباره زیر این شادوها. به اینم دقت کنید. ببینید چند بار ما از اینجا، ببینید 1 2 3 بار ریجکت خوردیم. 1 2 3 4 5 6 بار داره بهمون ورود و به قول معروف ساپورت بندش رو میده. خب دیگه چی میخوای؟ بچه نتیجه ویدیو، پوزیشن های شما اگه میخوای شورت باز کنی دیگه خط کشیاش مشخص، ورودتو دادم. و اگه پوزیشن باز داشتی و سیو سود نکردی هم ویدیو قبلی رو قشنگ ندیدی حتما، چون من حتی پله های سیو سود رو بهتون داده بودم. تلگرام هم لینکشو تو این ویدیو نمیذارم، تو ویدیوهای بعدی میذارم. بچه ها سابسکرایب کنید دیگه، لایک و اینا هم اوکیه. نفری 2 تا کامنت بذارید میدونید چقدر کمک میکنه. به خدا قسم من 3 تا جواب به شما میدم، شما 2 تا کامنت بذار من 3 بار جوابتو میدم. که بازم به سود خودمه. بچه ها اینجا همه دوره هم نشستیم داریم سود میکنیم و واقعا ورودا رو ورود کنید، خروجا رو خروج کنید، خروج کنید و سعی کنید زیاد درگیر حواشی نباشید. مثلا اینجا رسیده فومو بشی سری بزنی بای، بعد اینجا استاپ بخوری دوباره بزنی بای، استاپ بخوری استاپ. یه پوزیشن در روز بگیر ولی پوزیشن دقیقی بگیر، یا 2 تا بگیر، یکی استاپ بخوری یکی دقیق بگیر، نمیدونم. سعی کن کلا وین ریت تو بالا بیاری، ریسک ریوارد بالای 2 بگیر، 3 بگیر حداقل. و در کل ویدیوهای ما رو دنبال کن، ورود خفن بهت میدیم. بچه این فقط تحلیل بیت کوین بودا. تحلیل طلا که من روش پوزیشن دارم، بعد از شکست این نقطه من پوزیشن گرفتم. طلا اگه شما از این پایین خریدید لیمیت یا هر چی، یا اینجا باز کردید، به این لول که رسید میتونید یه پله سیو سود کنید و بعد از شکست این نقطه دوباره به فکر لانگ شدن طلا باشید. یعنی چیزی که من انتظار دارم اینی که به این نقطه برخورد کنیم، یکم اذیت بشه و بعد دوباره صعودی بشیم، چون سناریوی ریزش طلا دور از ذهن منه. بقیه ارزارم که بررسی نمی‌کنیم به خاطر این کندلای عزیز دامیننس بیت کوینه که دامیننس بیت کوین بیاد بالای این نقطه دیگه آلت کوین رو ولش بشین رو بیت کوین که بریم 130,000 رو بشکنیم. بچه‌ها مرسی که دنبال میکنین. خداحافظ دیگه.